بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خسته نباشید. سلامت باشید. میشه خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ از اردبیل زنگ میزنم. بله؟ از اردبیل زنگ میزنم. از اردبیل. بفرمایید برادر عزیز از اردبیل. میتونم اسمتون رو بپرسم؟ بله غلامی هستم آقای استاد انصاری. خوب قربان. زنده باشید آقای غلامی، بفرمایید. من نوکرم. من معذرت از معذرتون استاد انصاری. بنده تازه موحد شدم، اجازه بدیم به خاطر موحد شدنم یه سوره کوچک از قرآن بخونم بعد حرفمو بزنم. بفرمایید بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا. من معذرت، من آذری زبانم، اگه فارسیم خوب نباشه باید ببخشید. خواهش میکنم، راحت باشید برادر بزرگوار. قربان شما. بنده در خدمتم. حالا هر سوالی داشته باشید فقط می‌خواستم ازتون سلامت باشید. من استرس دارم، ببخشید. قربان شما. من خیلی خوشحال شدم. برادر بزرگوار میتونم بپرسم که سبب این که شما موحد شدید و این خرافات رو ترک کردید چی بوده؟ من عرض کنم خدمت شما استاد انصاری، من الان 54 سالمه. زمانی که 22 سالم بود، بعد اولین کلمه، اولین جرکی که تو ذهنم خورد سال 62 مسجد بودیم، یه آخوندی بود، خدا پدرش با هم روزه، بعد یه آیه هست سوره بقره، آیه درست یادم نیست ولی معنای آیه یادمه. این آخونده گفت آیه اینجوری بود: هستن بعد را به خاطر پیامبر خدا جونشون رو به خطر میاندازن. اون آخونده برگشت گفت ما در مورد این آیه با برادران اهل سنت اختلاف داریم. اونا میگن حضرت ابوبکر خودشو به خاطر حضرت پیامبر به خطر انداخت و شیعه هم میگن که نه، حضرت علی رفت از سر حضرت پیامبر خوابید. بعد از اونجا دیگه من شروع کردم یه واسه جمع‌آوری کردم. بعد یه کتابی هم خوندم به نام شهید آگاه. من توصیه میکنم این برادران شیعه این کتابو بخونن. نوشته، اینا شیعه ها نوشتن در مورد قیام امام حسینه. بعد تو همون کتابم یه مسئله های رسیدم، همون کتاب نوشته بود هیچ کس نمیدونه چه ساعتی میمیره. البته آیه آورده بود، دلیل آورده بود و هیچ کس هم نمیدونه کجا میمیره. من معذرم، من آیه ها یادم نیستم ولی چیزایی بودن آیه. درست. بعد یه یواش من جمع کردم این تناقضات آخوندهای شیعه را جمع کردم و معذرم هم دسترسی هم به برادران اهل سنت من نداشتم. جایی که من زندگی میکنم از اهل سنت وجود نداره. درست. بعد آقا همونجور بلا تکلیف موندم تا واقعت بگم که دیگه دنبال دینی نبودن، چون دینی نبود من دنبالش باشم. متوجه قربان من حقیقت میگم. بعد آقا 3 سال پیش همونجوری داشتم تلویزیون رو مرور میکردم، اولین کانالی که رسیدم کانال دکتر ملازاده بود. درست. بعد یه حرفایی زد، من تعجب کردم چون تازه دیگه حرفا رو میشنیدم. بعد آقا رفتم رو کانال نور، از کانال کلمه. بعد 3 سالی که همونجور شما استاد منین دیگه، هر 4 تا کانال من در خدمتتونم. قربون سرم. زنده باشید. الله متعال حفظتون کنه و در این راه شما رو ثابت قدم بداره. قربونت برم. من این آیه را، این سوره را که خوندم میخواستم ها این عرض کنم، اگه اجازه بدین یه پیشنهاد بدم براتون. بفرمایید. اگه مقدور باشه براتون هیچ نباشه هفته یک بار یک شماره ویژه بذاریم برای هدایت شده ها، چون من خیلی وقتی دارم تلاش میکنم. درست. نمیتونم شمارتون بگم جان. باشه چشم اینو من انشالله حتما این کارو خواهیم کرد. تشکر از شما برادر بزرگ. هفته یک روز یک بار 1-2 ساعت برای الان وضعی خیلی فرق کرده. من خیلی خوشحالم، خدا شاهده خیلی خوشحالم. بعد همونم به
استاد عبدالقدوس دکانم برسونید. علیکم چون سوال شریفتم هر وقت برنامه ایشون شد من از ایشون سوال میکنم. انشالله. زنده باشید. تشکر از شما برادر بزرگوار. من اون آیه سوره بقره که بهش اشاره فرمودید آیه 207 است و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. و از مردم کسانی هستند که جان خود را برای به دست آوردن خوشنودی الله میفروشند و الله نسبت به بندگانش مهربان است. درست قربونتون. بعد اینم عرض کنم خدمت شما بینندگان زیاد پشت خط هستن، من از همشون عذرخواهی میکنم. اینم عرض کنم خدمت شما. بعد من موقعی که اسم مبارک حضرت ابوبکر رضی الله عنه را اون موقع شنیدم، بعد سیمای ایران یه فیلم حضرت محمد رسول الله را نشون داد. خب اون موقعی من فداکاری های این مرد بزرگ رو دیدم من، چون خودش هم بزرگ قبایلش بود، هم تاجر موفقی بود. اون نه به پست و مقام نیازی داشت، نه به مال دنیا نیاز داشت، چون هرچی هم مال داشت خب خودتون دیدین همه را در راه اسلام خرج کرد. درست. فداکاری های بسیاری. بعد واقعیت من دیگه چی بگم، یه خودم تناقضا را جمع میکنم که بر حضرت عمر رضی الله عنه محسنه نمیدونستم داماد حضرت علی داماد حضرت زهرا هستش. برای من خیلی خوشحالم من. و در ضمن اینم بگم، من دیگه بیشتر وقت نگیرم قربان تو برم استاد انصاری. من عرض کنم خدمت شما اونهایی که توان علمشو داشتن و توان مالیشو داشتن این شبکه ها را خیلی دیر افتتاح کردن، اینا مدیون ما هستن. نمیدونم حالا میتونستم عرضمو بهت برسونم. بله کامل. کاملا زنده باشید. ماشاءالله هم توان مالشو داشتین هم توان علمیشو داشتین. ولی خب تشکر. الله سبحانه و تعالی به شما و به کسانی که این شبکه ها را راه‌اندازی کردن جنت الفردوس نصیب بکنه برادر بزرگوار. قربان شما، در خدمت شما. سلامت باشید. من خب اگه اجازه بدین از اینجا هم قربان شما پیشانی مبارک سلامت باشید. شما بزرگوارید. من پیشانی شما رو میبوسم که شما ان شاء الله بنده نیک الله سبحانه و تعالی هستید که شما رو به راه راست هدایت کرده. اول به لطف خدا و دوم به لطف شما. خدا شاهد من 30 سال بدون دین همونجوری داشتم زندگی می‌کردم. درست. الله مطالب ستون کنه. الله مطالب ستون کنه و شما رو ثابت قدم بداره در اینجا. شما را موفق کنه. قربان شما. تشکر. خدا نگهدار. خدا حافظ شما. خدا حافظ شما. من دست می‌بوسم. قربان شما. سلامت باشید. خدا حافظ شما.